بچه امروز قرار بعد از مدت ها ماینکرافت داشته باشیم، اما چه ماینکرافت؟ بچه من اومدم ماینکرافت رو به گرانی تبدیل کردم. یعنی من نه، یه مودی هست که تو کانال روبیکان حتما براتون میذارم، حتما دانلود نصبش کنید، خیلی خفن، مود گرانی در ماینکرافت. پس لایک کامنت رو کردم مثلا یادتون نره. بدون هیچ حرف اضافه معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. الان اومدیم مپ گرانی رو بهتون معرفی کنم. چه این صدای چیه؟ چه مثلا رونمایی حساب میشه، صدا خوابید بالاخره. بچه ها واقعا خیلی شبیه این بازی گرانیه. ببینیم اینجا چیه؟ بچه درم مخفی بود، بردام. بچه چه جاهایی داره خدا وکیل این گرانیه. فکر کنم گرانی هم خودمون باشیم، نمیدونم، شاید. دارم بچه من یه توضیح حسابی مثلا حسابی میدم که فکر کن کریستیانو رونالدو بیاد با ما عکس بگیره. لیلی اینجا ای با خوجی بچه چند خرتبت من دستم بوده. اینجا چیه؟ هیچی نی؟ بابا حداقل یک کلیدی چیزی. ما از این چیزا داریم. این سه هارد، این هم لامصب نمیشه و میاییم بالا و بچه هیچی پیدا نکرد. اینجا یه چیز خوبه حتما. اوه کلید. بچه کلید پیدا کردیم. این خالی بود حاجی، چه چیزی هم پیدا شده. ولی دمت گرم، سازنده این بازی از هر کس دمش گرم. درش باز کریستیانو رونالدو. حاجی این چیه؟ کریس نوکرتم. اینجا چیکار میکنی؟ چرا منو میزنی؟ گفت من طرفدارتم. نشد گرم. کریستیانو رونالدو بهترین شخص. خوبی؟ باید به کلید میدم. کلید که بهت دادم. خب چی میخوای؟ بگو بهت بدم. یه دونه از اینا بهت میدم. برو حالشو ببر. الو گولمنگو. اینجا میتونی. حاجی واقعا کریستیانو رونالدو تا گفتم اومد. چقدر عجیبه. خب بچه اینم از این بود، یه معرفی از بازی گرانی و میتونید با رفیقاتون بیاید تو این مپ بازی کنید، مولتی پلیر و اشغال کنید دیگه. اینم از این و معرفی این. حتما این مودشو داخل کانال روبیکان قرار میدم، حتما نصب دانلودش کنید و با رفیقاتون اشغال کنید.